هر کشور ترقی یافته به سمت تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش مراقب بیشتر ظاهر می‌کند. حکومت کشور، مسئولین و کارشناسان ساحه نیز برای پیشبرد این روند تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. برگزاری چاره‌بینی مخصوص موضوع مذکور را در بر گرفت که همکاران ما شرح بیشتر می‌دهند. در مرکز آموزشی گروه اداره‌کنی لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش در موضوع بودجه گندری وسیله برطرف سازی مشکلات گندری در وزارت و اداره‌های ساحوی آموزش یک روزه دایر گشت. آموزش برای گروه‌های ساحوی وزارت‌های کشاورزی، انرژتیک و ذخیره‌های آب، نقلیات و کمیته‌های معماری و ساختمان، رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که شریکان لایحه میباشند برگزار شده. چاره‌بینی مذکور به خاطر بلند برداشتن معرفت گندری از زیان گروه‌های ساحوی در تهیه بودجه سالانه وزارت و کمیته‌ها با نظرداشت گندری نگرانده شده بود. چی در تهیه برنامه‌های دولتی و چی در تهیه برنامه‌های تعلیمی و دیگر صنعت‌ها ضرورت اون اومده است که تهیه بودجه گندری حتی از خانواده سر کرده تا سطح وزارت اداره‌ها یعنی بررسی کرده شود تا اینکه توانند که واقعا مانع‌هایی که در جامعه امروزه برای رشد و ملکه زنان ایجاد می شود آنها برطرف کرده شوند. وضع زنان در بازار مهنت کشور و نقش آنها در رشد اقتصادی عائله، سهم وزارت اداره‌های دخلدار در تطبیق سیاست گندری کشور، اهمیت مکانیزم راه‌اندازی، تجربه پیشقدم در تطبیق بودجه گندری در جمهوری تاجیکستان، نقش لایحه تحصیلات ابتدایی کسبی تکنیکی و آموزش در کسب آموزی جوانان در اساس صلاحیت و تقویت همکاری وزارت اداره‌ها با مؤسسه‌های دولتی کسب آموزی هدفی از آن موضوع‌های بود که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تحقیقات نشون می‌دهند که درجه اشتراک زن‌ها در بازار مهنت تاجیکستان نسبت به مردها قریب زیاده 30% کم است و در عموم وقتی که تحلیل می‌کنیم سبب‌های این واقعیت رو می‌بینیم که کمبودی در قانونگذاری نیست. محض در قانونگذاری همه مسائل حل خود رو یافتند و برابری گندری گوییم که تامین شده است. لیکن در واقعیت کار دیدیم که زن‌ها اصلا در منصب‌های کار می‌کنند که مزد مهنتشون از منصب‌های نسبت به مردها پست‌تر. از اینجا برمیاد که مزد مهنتشان پست است. هست سواهایی که اکثر زن‌ها کار میکنند، مثلا در سواهای تندرستی و معارف. لیکن در سواهایی که مزد مهنتی اهم بلند دارن، فرض کنیم در سواهای کارکردی موادهای کوهی، در سواهای صنعت سهم زن‌ها کمتر است. درجه اشتراک زن‌ها در تحصیلات کسبی نیست، اونقدر بلند نیست. مثلا در تحصیلات ابتدایی کسبی همگی 24% زن‌ها هستند. تطبیق برنامه به این 4 سمت توجه کرده می شود که آن از تجدید اصول نظام تحصیلات ابتدایی کسبی تکنیکی و آموزش، نوسازی انفراساختار در مؤسسه‌های انتخاب شده، بهتر نمودن دسترسی به برنامه‌ها و تقویت نظام اداره‌کنی و منیجمنت زمانوی تحصیلات ابتدایی کسبی تکنیکی و آموزش عبارت است. در همین 4 سمت یعنی جنبه‌های گندری به نوبت گرفته شده است و بنابر همین ما ضرور دانستیم که این آموزش رو برگزار نماییم تا که شروع شاید از این سال باشد یا شاید از سالهای آینده باشد که با استفاده از تجربه دولت‌های پیشرفته استفاده بود که یعنی بودجه گندری در وزارت اداره‌ها تهیه کرده شود، زیرا که در اختصاص‌هایی که بلندموز هستند و مطابق طلبات بازار مهنت خریداری زیاد دارند در این ساحه تعداد زنان نهایت کم است. اکنون اشتراکچیان این آموزش دانش اندوخته را در کار گروهی با تهیه نمودن بودجه گندری لایحه در وزارت و کمیته‌های ساحوی یعنی نقلیات، انرژتیک، کشاورزی، ساختمان، سیاحی طرحریزی نموده نقش ارزنده می‌گذارند.